ملاقات رستم امامعلی با پوتین، قدم به پیش یا پایین روی در تابعیت. در سیاست رویدادها همیشه همان چیز نیستند که به نظر می رسند. ملاقات یک منصبدار بلند مقام با راهبر کشور ابرقدرت می تواند آغاز یک استراتژی، آغاز یک سازش یا آغاز یک وابستگی نو باشد. واقعی 28 می سال 2025 میان رستم امامعلی و ولادیمیر پوتین محض به همین نوع رویدادها داخل می شود که ظاهراً رسمی ولی در اصل سرشار از معنیهای ژئوپلیتیکی است. ملاقات در کرمل. رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه در دایره سفر رسمی به مسکو با ولادیمیر پوتین، ولنتینا ماتویینکو و ویاچسلاو ولادین ملاقات کرد. به گفت رسانه‌ها جانب‌ها همکاری‌های فرهنگی و تعلیمی از جمله بنیاد تئاتر درامای روسی و مرکز کودکان بالیاقت سیریوس در دوشنبه بررسی کردند. همزمان موضوعهای مهم اقتصادی و روابط بین حکومتی در محور گفتگو قرار داشتند. موضوع کلیدی ملاقات البته مهاجرت مهنتی بود. روسیه که با شدت دادن سیاست مهاجرتی و تهدید دپارتاسیا به هزاران مهاجر فشار می آورد، در عین زمان کوشش دارد آن را همچون ابزار سیاسی نفوذ نگاه دارد. توجه مخصوص به یافتن راه‌های حل مشکلات جزء از همین مانیپولیاسیون نرم با دستگاه‌های دیپلماتی است. پس زمینه واقعی همکاری یا حمایت نفوذ. این ملاقات نه به طور تصادفی بلکه بعد از نشست سازمان دولت‌های ترک برگزار شد، چون روسیه احساس می‌کند که نفوذش در آسیای مرکزی دیگر مونوپولی نیست بلکه زیر فشار ابرقدرت‌های دیگر ترکیه، چین و غرب قرار گرفته است. قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان با وجود وابستگی تاریخی از مسکو اکنون به سازمان‌های نو روی می‌آورند. تاجیکستان یگانه کشور منطقه با حکومت شخصی و میراثی نزدیک به کرمل باید نگاه داشته شود. و چگونه؟ با امتیازهای ظاهری برای مهاجران، با لایحه‌های فرهنگ پرورانه مثل تئاترها، مرکزها و کتابخانه‌ها، با رابطه‌های مستقیم با شخصی احتمالی وارث رستم امامعلی. اما سوال مهم این است: چرا پوتین با رستم امامعلی ملاقات کرد نه با پرزیدنت عمل کننده امامعلی رحمان؟ جواب روشن است. کرمل می‌خواهد نسل آینده رهبران تاجیکستان را از حالا در دایره سیاست خود نگاه دارد، مثل آنکه در دوره شوروی کادرهای مطیع و موافق از جوانی پرورش می‌یافتند. امروز نیز کرمل می‌خواهد با وارثی احتمالی از حالا پیوند مستقیم برقرار نماید تا در صورت انتقال قدرت تاجیکستان از حدود ژئوپلیتیکی مسکو بیرون نشود. بعضی‌ها می‌توانند بگویند اگر روسیه نه پس با ترکیه، ایران، چین یا کشورهای اروپایی همکاری کنیم چه بدی دارد؟ اما واقعیت این است که گذاشتن امید به روسیه، چین، ترکیه یا ایران که هر یک از زیر نفوذ ابرقدرت‌های مستملکه‌کاری دنیوی قرار دارد یا خود به رژیم استثمارگر تبدیل یافته است، معنای آن ندارد که امت سوی نجات می رود، بلکه تنها از یک ظلم به ظلم دیگر و از یک بند به بند دیگر می گذارد، نه حرکت سوی نجات. ملت مسلمان اگر واقعا خواهان حیات اسلامی باشد نمی تواند با زیر حکم کافری نقاب پوش بودن قناعت کند، چون این زندگی شرف امت را محو می سازد. آزاد کردن تاجیکستان یا امت آسیای مرکزی نه در گذشتن از یک حاکمیت دنیوی به دیگری آن، بلکه در رد کردن خود نظام کفری است، نظامی که الله را از قانونگذاری خارج می کند و خلق را به قرض، مهاجرت و وابستگی می برد. الله سبحانه و تعالی فرموده است: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و الله هرگز به کافران راه برای نفوذ، تسلط و ظلم بر بالای مؤمنان اجازت نخواهد داد. سوره نساء آیت 141. چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست کشیدن از حاکمیت کفر و برپا کردن دولت اسلامی امت را نجات دادند، امروز نیز رهایی واقعی تنها در رد همه نظام‌های دنیوی و بازگشت به نظام اسلامی میسر می‌گردد.